درس امروزه در مورد عددها می باشد یا اینکه واحد تثنیه جمع. در درس قبلی، در درس سوم عربی آسان یا عربی ابتدایی، ما درباره موصوف و صفت یاد گرفته بودیم، یعنی که مرکب توصیفی که چطور 4 قانون دارد یا اینکه 4 شرایط دارد، در 4 یعنی صفت ها یا اینکه در 4 شرایط باید موصوف صفت با همدیگر یک باشد. و در درس دوم درباره ضمائر یاد گرفته بودیم و از شما خواهش کرده بودم که آنها را کوشش کنید که از یاد کنید تا اینکه برای شما آسان تر شود. و اکنون انشاءالله و در درس یکم درباره مبتدا خبر یاد گرفته بودیم. پس شاگردی که این درس ها را تا حال اگر خوب پیروی کرده باشد، خوب یاد گرفته باشد، با دقت اگر توجه داده باشد، تا حال باید بداند که یعنی مبتدا خبر چیست. مبتدا خبر یعنی در جمله های عربی چی می باشند و این چنین ضمیرها یا اینکه جانشین های زبان عربی کدام ها می باشند، متصل و منفصل. اگر همش را از یاد کردن نتوانستید، اقلا از همه یعنی مهم هایش یا اینکه آنهایش که در اکثریت وقت ظاهر می شوند، استفاده می شوند، اگر آنها را از یاد کردید این هم خوب هست. مثلا هو، هی، انت، انتی، نحن، انا. این یعنی بعضی 3-4 تا هست یا 5-10 تا هست که از جمع همه اینها بیشتر و بیشتر استفاده می شود. و اگر من بگویم از جمع ضمیرهای منفصل و متصل کدام ها زیادتر استفاده می شوند یا کدام ها برای ابتدا کننده یعنی بیشتر و زیادتر یعنی نیاز می شود، این ضمیرهای منفصل می باشد. یعنی که هو، آن، هی، آن زن، مثلا انت تو یک مرد، انتی تو یک زن، اینها یعنی بیشتر استفاده می شوند. خوب می شود از بعضی ضمیرها سر کنید، آنها را از یاد کرده، بعد آیسته آیسته به همش یعنی همش را از یاد کنید، همش را استفاده کردن را سر کنید. و این حالا این خیلی شاید معلوم شود که آنقدر چیزی را یاد نگرفتید، اما این قانون ها هست، این چکره ها هست. آهسته آهسته این قانون ها را که شما آموختید، بعد من برای شما یعنی الفاظ و کلمه های جدیدی را زیادتر و زیادتر بگویم و یعنی نشان بدهم. بعد وقتی که در جمله بندی یعنی گذاشتیم، با گپ زدن کمک گذاشتیم، یعنی شما باید انشالله در آینده خود را یعنی به زبان عربی معرفی کنید یا درباره خود بعض کمک گپ بزنید، کمک نقل را بکنید و این چیزها وقتی گذاشتیم، بعد من از شاگردایم میپرسم که خوب در اینجا کدام ضمیر آمده است یا در اینجا کدام ضمیر باید استفاده شود، یا اینکه در اینجا موصوف صفت رو که آوردی برای چی در همه 4 شرایط یک نکردی، یا برای چی در اینجا خطا هست. مثلا در آن وقت من از شما بعد سوال ها رو میکنم. اگر شما در اصول یا اینکه در این قواعد های لغت عربی اگر شما مستحکم نباشید، در آن وقت بعد مشکلات خیلی زیاد می شود. خب برای همین از شما خواهش است که شما جلدبازی نکنید، یعنی سراسیمه نشوید. خوب این قانون‌های یعنی اولی را بیاموزید و بعداً می روید انشالله به زبان عربی. چون که زبان عربی را دو خیل می توانید بیاموزید. یا رفته در بین یک دولت عربی زندگی کنید و در آنجا یعنی تا 2 سال 3 سال خوب در بین مردم برآمده و گپ زنید، آن وقت یاد میگیرید و آن وقت هم یعنی عربی لهجوی را یاد میگیرید یا مصری را یاد میگیرید یا اینکه یعنی جزائری را یا اینکه سعودی را، یعنی هر خیل لهجه ها می باشد. و اما اگر خواهید و یعنی راه دوم این هست که اول قاعده های عربی را یاد بگیرید و بعداً قاعده های لغوی را وقتی که یاد گرفتید، بعد کلمه ها رو بیشتر و بیشتر یاد بگیرید و آخراً بعد آیسته آیسته جمله بندی و گپ زدن و شنیدن. خوب درس امروزه در مورد واحد تثنیه و جمع می باشد. خب اینها چی هستند؟ صحیفه دوم چنانی که می بینید واحد تثنیه جمع چیست؟ خیلی آسان است. کلمه واحد با یک چیز دلالت می کند، یعنی که وقتی که یک چیز باشد ما می گوییم که در اینجا واحد هست، فرد هست. کلمه تثنیه یعنی که تثنیه به 2 چیزها دلالت می کند، یک چیز نباشد 2 چیز باشد. و کلمه جمع در زبان عربی به 3 چیزها و 3 چیز زیاد دلالت می کند. وقتی که 3 چیز شد این جمع حساب می شود، یا اینکه از 3 چیز بیشتر و زیادتر باشد این هم جمع هست. در بعضی زبان ها شما شاید بدانید، حتی من گمان می کنم که
در زبان تاجیکی هم همین طور هست که وقتی که فقط دو گروه می باشد یا دو قسم، دو نوع می باشد، یا واحد یعنی که وقتی که یک چیز باشد، و قسم جمع وقتی که دو چیز و زیادتر باشد. این دو قسم را شامل می باشد. اما در زبان عربی یک سوم قسم هم هست که این قسمی یعنی میانگی را گفته می شود که وقتی که دو چیز باشد یعنی از جهت لغت قانونهای خود را می داشته باشد. در زبان عربی قانونهای واحد، قانونهای تثنیه و قانونهای جمع یعنی مختلف می باشند. پس در اینجا مثالی که من آوردم خیلی مثال آسان هست. مسلمون، مسلمون یا اینکه اگر وقف کنیم مسلم، یک مسلمان رو گفته می شود. و اگر من یعنی انیقتر و واضحتر بگویم یک مرد مسلمان رو گفته می شود. و اگر یعنی بعضی چیزهایی که شما تا حال آموختید، یک مرد نامعین، یک مسلمان یعنی یک مرد نامعینی مسلمان، چون که در اینجا تنوین دارد. اما مقصد این درس درباره واحد، تثنیه و جمع می باشد، یعنی یک تا مرد. اگر من بخواهم که این مسلم را یعنی که مسلمون را با دو تا تغییر بدهم، من میگویم مسلمانی. شاید اهمیت بدهید در آخر من الف نون رو اضافه کردم و اعراب ها معلوم می شود که اعرابی یعنی حرکت میم هم تغییر کرده است. پس به این قانون می رسیم. اما از جهت یعنی مقدمه شما بفهمید که یعنی میشنوید، شما حتی شنیده میتوانید که در بین این دو کلمه کمک فرق شد. مسلم گفتم، بعد گفتم مسلمانی. بعد اگر من بخواهم که جمع بسازم یعنی که سه یا اینکه بیشتر نفر را در نظر داشته باشم، من میگویم مسلمون. خوب اکنون حالتهای اعرابی. اگر من یعنی حالتهای اعرابی خیلی دشوار می باشد بعضی وقت برای شاگردان، مخصوصا وقتی که با مثلا اسمای سته رفت می روید، اسمای خمسه گفته می شود، مثلا حالتهای اعرابی این اسما، این اسم ها، یا اینکه وقتی که با منصرف و غیر منصرف وقتی که داخل می شوند و اعرابی مقدر می باشد یعنی که اعرابی پنهانی می باشد، ظاهری نمی باشد، در آن وقت یعنی شاگردان کمک سرگم می زنند. اما چون که شما ابتدا کننده هستید، من برای شما یعنی فقط آسان کرده بعضی مثال های اعرابی را برای شما پیش می کنم و بعداً که شما بلد شدید و یا آموختید این رو، بعد انشالله من بعضی دیگر حالتهای اعرابی رو هم اضافه میکنم. برای حالا من فقط میخواهم از شما که شما بدانید که در یعنی زبان عربی زبانی هست که یعنی حالت دارد، حالت اعرابی دارد، یعنی که گرچندی که حرکت ها رو نبینید، اما و یعنی گرچندی که کسانی که عربی رو میدانند و عربی مینویسند و میخوانند، آنها عموما میتوانند که به زبر و زیر، به فتح کسر ضمه، به حرکت ها زبان رو یعنی بخوانند و گپ زنند. اما در اصل میدانید که زبان عربی زبانی هست که با حرکت هست یا اینکه با اعراب هست، یعنی که با حالتهای حرکتی یا اعرابی می باشد. و میدانید که در زبان عربی یعنی ضمه می باشد، فتح می باشد، کسره می باشد، جزم می باشد. هر کلمه عربی در آخرش یعنی در خود کلمه هم، اما در آخرش یک حرکت می باشد، یا اینکه پیش می باشد یا اینکه دو پیش، یعنی که یا اینکه ضمه می باشد، ضمتان می باشد، فتحه فتحتان، کسره کسرتین و غیره می باشد. همینطور نیست؟ پس یعنی هر کلمه، هر اسم و حتی افعال هم همینطور هستند، اما افعال کمک دیگر خیلی هست. اسم های عربی در آخرشون یک حرکت می باشد و به همان حرکت های آخری شناخته می شوند، یا اینکه حالت های کلمه ها با آخران حرکت هاشون شناخته می شود. فهمیدین؟ پس اگر کلمه ضمتان داشته باشد یعنی که دو پیش داشته باشد در آخرش، مثالی عادی رو من برای شما پیش کرده بودم، کتابون، این را گفته می شود حالتی رفعی، یعنی که حالت الرفع. و حتی اگر ضمه هم داشته باشد، و ضمه کی می باشد؟ وقتی که مثلا کلمه های یعنی نامعین را اگر خواهیم معین بسازیم و الف لام در اولشون اضافه کنیم، چی می شود؟ الکتابو مثلا در آخری همین کلمه پیش می باشد، ضمه می باشد. پس این هم در حالت رفعی هست. خوب، و این چونین یعنی در بعضی کلمه ها باید واو استفاده شود. مثلا اسمای خمسه یا سته که گفته می شود، مثلا ابون ما می گوییم ابوکه،
ابوک در حالت اضافت، یعنی در حالت مضاف بودن یا مضاف الیه بودن واو رو استفاده میکنیم. این کمک یعنی تفصیلات شدیدتر یا اینکه دشوارتر هست. اگر واو الف و یا رو اگر نفهمید باقی ندارد، اما بشناسید همین قدر رو بدانید که ضمتین و واو در یک گروه هستند و اینها علامت های هست که یعنی به اسم های عربی یعنی اشاره میکنن که آنها در حالتی رفعی می باشند. خب در حالت رفع می باشند. و برای چی این حالت ها ضروری هست یا کی این حالت ها رو استفاده کرده می شود، این یک بخش دیگر هست که من در دورانی همین درس ها بعضی وقت می گویم، اما یعنی ما باید در مرحله بعدی درس بخونیم که مثلا کدام اسم ها یا کدام یعنی گروه های یعنی کلمه های عربی مرفوعات می باشند، منصوبات می باشند، مجرورات می باشند. این بعداً می آید. برای حال و برای همین صحیفه من می خواهم شما یعنی شاگردان ابتدا کننده بدانید که همین ضمتین و واو در یک گروه هستند و اینها عموما علامت های می باشد که اشاره می کنند که کلمه در حالت رفعی هست و این چنین حالت نسبی می باشد. این یعنی به آسانی اگر بگویم وقتی که در بالای اسم فتحه باشد، فتحتن باشد، یا اینکه برای اسم های خمسه کسانی که میدانند اگر در حالت اضافت یعنی مضاف بودن اگر الف داشته باشند، این اشاره میکند که این کلمه در حالت نسبی هست. خب حالت النصب. و اخیرا اگر کسره باشد، کسرتن باشد، یا اینکه یا باشد برای اسماء خمسه یا سته که میگوید، این را حالتی جری گفته می شود، حالت الجر. خوب، و این سه بخش اولی، این حالت الرفع، حالت النصب، حالت الجر، اینها مخصوص هستند برای اسما، یعنی که اسم های عربی، و این فقط حالت آخران هست که خاص هست برای فعل ها. خوب، حالت الجزم، بعضی وقت فعل در آخرش جزم یعنی سکون می داشته باشد، مثلا فعل های امر، فعل های نهی در آخرش سکون می باشد و این را حالتی جزمی گفته می شود. اسم های عربی هیچ وقت در حالتی جزمی نمی باشند. خب، و این چونین فعل ها هیچ وقت در حالتی جری نمی باشند. فعل ها می توانند در حالتی رفعی و نسبی باشند، اما یعنی همین آخرش به فعل ها مخصوص هست. دوام میکنیم انشاءالله در صحیفه بعدی. خب اکنون بینید قانون های تثنیه. برای تبدیل کردن کلمه از واحد به تثنیه، از یک چیز، از یک عدد به دو عدد، یکی از این دو قسمی حرف ها رو اضافه کرده می شود. الفی که پیش از او فتحه باشد و نونی مکسوره. خب این شکل که شما می بینید، الف و نون رو، نونی که مکسوره باشد یعنی کسره داشته باشد و پیش از این الف باید فتحه باشد، یعنی که هر حرفی که پیش از همین الف هست یعنی که حرف آخرانی واحد در بالایش باید فتحه باشد. خب یعنی که این مثال را اگر ببینید، ما داریم رجلون، یعنی که آخران حرفش با تنوین یعنی که با ضمتین به انتها میرسد. ما برای اون که رجلون یک مرد این رو تبدیل کنیم به دو مرد یا دو مردان، ما باید به همین کلمه الف نون رو یعنی به همین شکل اضافه کنیم. پس رجلون می شود رجلانی، یعنی که این حرکت آخرانی لام رو حذف میکنیم، فتحه رو میگذاریم، رجله می شود و الف و نون رو که اضافه کردیم به این شکل تبدیل می شود رجلانی. و همین رجلانی یا همین انی که در آخر اضافه کرده می شود، این در حالت رفعی می باشد، یعنی که الف نون هم در همین بخش قبلی که شما یعنی خوندید در همین حالتهای رفعی هم اضافه می شود، یعنی که ضمتین واو و حتی انی برای تثنیه. خب انی هم یک علامتی رفعی شد، فهمیدید؟ یعنی که این به ما اشاره می کند که همین کلمه در حالت رفعی هست. و اگر شما من رو سوال کنید که برای چی ما باید بدانیم که کلمه در حالت رفعی است، یعنی که بعدش چی؟ بعدش یعنی خیلی گپ‌های مهم هست که حالا شما شاید فهمیده نتوانید. مثلا اگر همچون مثال من برای شما میدهم، اما یک لحظه همین رو تمام کنیم، بعد من برای شما میفهمونم که برای چی حالت رو مقرر کردن یا یعنی فهمیدن مهم هست. یا میتوانیم که یایی که پیش از او فتحه باشد
و نون مکسوره رو اضافه کنیم و این رو ما میگوییم اینی. یا انی رو اضافه میکنید یا اینی رو اضافه میکنید. هر دویش طریقه تبدیل کردن کلمه واحد به تثنیه می باشد. رجلون، در اینجا هم رجلون هست، بالای لام فتحه رو اضافه میکنیم و یای ساکنه و نون مکسوره رو در آخرش اضافه میکنیم. این چی می شود؟ رجلین می شود. از جهت معنا بین اینش بالگی و این پایانگی چیست؟ از جهت معنا اونقدر فرق نیست. اگر من برای شما آسان کرده بگویم، اینش معنایش یک مرد، دو مردان، یک مرد، دو مردان. مثلا اگر ما بخواهیم بگوییم که این دو مردان آمدند، ما باید رجلانی رو استفاده کنیم. برای چی؟ برای که در زبان عربی وقتی که یکم کس فاعل باشد، یعنی که عمل را انجام بدهد، باید همون کلمه یا همون نام در حالتی رفعی باشد. و وقتی که اگر من بخواهم بگویم که یک کس دو مردان رو یاردم کرد یا اینکه یک کس به دو مردان گفت، در آن وقت من باید همین رجلانی را در حالتی نسبی یا اینکه جری بیارم. اگر مثال آسان تر رو من برای شما بدهم، من میتوانم بگویم که قال، گفت خالدون. این خالد یعنی همین نام در حالت رفعی می باشد و علامت این چیست؟ علامتش همین دو ضمه یا اینکه دو ضمتینی که هست، ضمتان، همین اشاره میکند که همین خالدون در حالت رفعی هست. و این چنین اگر بخواهم بگویم که من خالد رو دیدم، خوب من میگویم که رأیتو، من دیدم خالدن. باز همون معنا رو دارد خالد، اما حالتی همین کلمه یا همین اسم حالتی نسبی می شود. خوب و من اگر خواهم بگویم که من دادم به خالد، من میگویم اعطیتو لی خالدین، یعنی که من به خالد دادم. اکنون فهمیدید چطور نام خالد در حالت رفعی خالدون بود، در حالت نسبی خالدن بود و در حالت جری خالدین شد. همین طور هم یعنی اسمهای تثنیه، اسمهایی که دوتا می باشند، در حالت رفعی یعنی باید انی رو اضافه کنید و در حالت نسبی و جری باید اینی رو اضافه کنید. یعنی بر درس امروز همین قدر دانستن کافی هست که برای تبدیل کردن کلمه واحد به تثنیه یا انی رو اضافه میکنید یا اینی را. خب در اینجا قانونهای جمع. اکنون چطور کلمه رو از تثنیه به جمع یعنی تبدیل کرده شود، یا اینکه از تثنیه یعنی از واحد به جمع تبدیل کرده شود. برای تبدیل کردن کلمه از واحد یعنی از یک تا بودن یا از تثنیه، حتی اگر از تثنیه هم خواهید که تبدیل کنید، این یعنی یک حکم داشته باشد، یک طریقه را استفاده میکنید. به جمع یکی از این دو قسمی حرف ها رو یعنی ضم کرده می شود، یعنی که اضافه کرده می شود. مثلا در حالت رفعی واوی که پیش از او ضمه باشد و نونی مفتوحه، اونه، چونانی که در اینجا میبینید اونه، واو باید خودش ساکن باشد، پیش از واو ضمه باشد. پس کلمه منافق را من استفاده میکنم منافقون. اگر خواهم منافقون را به جمع یعنی تبدیل کنم، من باید در آخری همین کلمه اونه را اضافه کنم، یعنی که باید بالای همین آخران حرف ضمه بگذارم و واو و نون را اضافه کنم. پس منافقون تبدیل شد به منافقون و این بود حالت رفعی. و در حالت نسبی و جری یایی که پیش از او کسره باشد و نونی مفتوحه، یعنی که منافقون من در آخران همین حرف کسره میگذارم و یا و نون را یعنی نونی که مفتوحه باشد در آخرش اضافه میکنم، این میشود منافقین. از جهت ترجمه یک هستند، یعنی یک منافق، چندین منافق ها، یعنی که یک منافق و منافق ها، و این هم همان ترجمه را دارد منافق و منافق ها. اما از جهتی که کدام یعنی منافقون قون را آیا استفاده کرده می شود یا منافقین را استفاده کرده می شود، در این بخش ما بعداً می آییم. فقط برای فی الحال همین قدر را بدانید که این حالت رفعی هست و این حالت نسبی و جری. اسم های مذکر یعنی که طریقه تبدیل کردن اسم هایی که مذکر باشند و این هست حالت ها. در این طرف حالت ها می باشد، حالت ها رو من نویستم، حالت رفعی و نسبی و جری، و این هست واحد،
و این هست تثنیه و این هست جمع. کلمه مسلمون رو همچون یک یعنی مثال استفاده میکنیم. مسلمون یک مسلمان رو گفته می شود که مرد هست. خب این یعنی ظاهر است این اسمی مذکر هست. مسلمانی دو مردانی مسلمان. مسلمون سه یا زیاد مردانی مسلمان. خب همین قدر رو اگر هم فهمید خوب می شود. اما از جهتی یعنی حالت های اعرابی بعضی وقت در جمله مسلمون استفاده می شود، بعضی وقت مسلمان و مسلمین. اگر خواهید که تثنیه را به دو مردانی مسلمان اشاره کنید، بعضی وقت در جمله عربی مسلمانی گفته می شود و بعضی وقت مسلمینی. این وابسته به حالت همین کلمه می باشد که آیا در حالت رفعی هست، نصبی یا جری. و یعنی این کلمه ها را و هر بخشی را که من به شما درس بدهم، من برای شما میگویم که این بخش باید در این حالت استفاده شود. مثلا اگر به یاد داشته باشید در درس مبتدا و خبر من برای شما گفته بودم که مبتدا و خبر هر دویشان باید همه وقت در حالت رفعی باشند. یعنی که در حالتی که یعنی یا ضمه یا ضمتین یا واو یا انی مثلا برای تثنیه یا اون برای جمع استفاده شود. فهمیدین؟ و این علامت ها به چی اشاره میکند؟ که این مبتدا خبر در حالتی رفعی هست که باید مبتدا خبر در حالتی رفعی باشد. خوب، و دیگر همین خیل بخش ها رو که من برای شما درس میدهم، من برای شما میفهمانم که این بخش و این کلمه باید همیشه در این حالت باشد یا در این حالت باشد، تا جایی که یعنی بخشی واحد و تثنیه جمع می باشد، اینها می توانند که در کدام حالتی که لازم باشد در همان حالت بیایند. خوب، این وابسته به دیگر قرائن می باشد، به دیگر یعنی تفصیلات. همین طور هم جمع مسلمون هست، اما بعضی وقت مسلمین هم استفاده می شود. اگر اهمیت بدهید یعنی فرق وجود ندارد بین مسلمینی و مسلمینی، هر دویشون یک می باشند. خوب، یعنی در حالت تثنیه یا مسلمانی یا مسلمینی برای نصب و جر، و این طور هم برای حالت برای یعنی نوع جمع یا مسلمون استفاده می شود یا مسلمین برای حالت نسبی و جری. دوام میکنیم اکنون قانون های اسم های مؤنث. تا حالا یعنی اسم های مذکر را دیدین، اکنون بعضی قانون های اسم های مؤنث. قانون های تثنیه اسم های مؤنث همانند قانون های اسم های مذکر هستند. فرق فقط همین هست که اسم های مؤنث با تای مربوطه نوشته می شوند، با تای گیر. قانون های جمعی اسم های مؤنث چنین هست. یعنی من برای شما در اینجا قانون های تثنیه کردنی اسم های مؤنث را ننوشتم. برای چی؟ برای که قانون ها یک هست، بین اسم های تثنیه مذکر و مؤنث یک می باشند. مثلا اگر ما صحیفه یعنی این صحیفه تثنیه رو اگر نظر کنیم، همین اسم های مذکر اگر به جای مسلمون اگر مسلمتون می بود یعنی که زنی مسلمان، ما چی می کردیم؟ همان یعنی حرف های اضافگی رو، حرف های یعنی انی یا اون رو انی یا عینی رو به همین مسلمتون اضافه میکنیم. یعنی طریقه ساختن تثنیه بین کلمه های مؤنث و مذکر فرق نیست، فقط همون انی یا عینی رو اضافه میکنید. مسلمون اگر مسلمتون باشد مسلمتانی یا مسلمتینی میگویم. همینطور مؤمنه اگر باشد مؤمنتون میگویم مؤمنتانی مؤمنتینی. خوب، یعنی فرق نیست، همان طریقه هست. اکنون در مورد جمع ساختن اسمهای مؤنث فرق هست. اگر به یاد داشته باشید در صحیفه قبلی یاد گرفتیم که برای اسمهای مذکر باید اون اضافه کنیم یا اینا، مثلا مسلمون یا مسلمین. اما برای جمع ساختن کلمه های مؤنث یک طریقه دیگر هست، چون که حرف های دیگر باید اضافه کرده شود در آخر. پس در حالت عمومی و در حالت رفعی الفی که پیش از او فتحه باشد و تای با ضمتین. در اینجا میبینید آتون، این رو آتون میگوییم. خوب، پیش از الف چیست؟ فتحه هست و بر بالای تای مفتوحه یعنی که تای عادی
ضمتین می باشد. پس ببینید که مسلمتون هست. در اینجا یک قانون دیگر هست که باید همین تای گرد رو حذف کنیم. پس میبینید که در اینجا چی شد؟ یعنی که ما باید همین فتحه رو در حرف آخران بگذاریم که در اینجا میم الکی فتحه دارد، پس معلوم نمی شود. پس این تای مربوطه رو یا اینکه تای گرد رو حذف میکنیم و می شود مسلمه، بعد اتون رو اضافه میکنیم. چی می شود؟ مسلماتون. به این دقت کنید، چون که همین طریقه به همه کلمه های مؤنثی یعنی جاری می شود همین قانون ها و در آخر ما مشق میکنیم و من میبینم که تا چی درجه شما متوجه شدید. و این هست حالت رفعی و عموما اگر شما حالت های رفعی را برای حال یاد بگیرید همین هم کافی هست. و در حالت نسبی و جری الفی که پیش از او فتحه باشد و تای با کسرتین اضافه کرده می شود. قانونی همین اولی که من در اینجا ننویستم همین هست که باید همین تای گرد حذف کرده شود. برای چی؟ برای کلمه هایی که از واحد به جمع یعنی تغییر داده می شود. پس مسلمه می شود، تا حذف می شود، آتین اضافه می شود، مسلماتین می شود. و در اینجا در صحیفه بعدی همچون یک خلاصه برای شما، یعنی همه همین قانون های تثنیه را و جمع را که بر اسم های مؤنث می باشند همچون یک خلاصه در همین خریطه من برای شما نوشتم. خب حالت های رفعی و نسبی و جری هست. در حالتی که یعنی در حالت رفعی یعنی همه اینها استفاده می شوند، در حالت نسبی اینها و در حالت جری اینها استفاده می شوند. و چنانی که می بینید واحد را اگر نظر کنید در حالت رفعی مسلمتون، در حالت نسبی مسلمتن، در حالت جری مسلمتین. قسمی تثنیه در حالت رفعی مسلمتانی و در حالت نسبی و جری مسلمتینی استفاده می شود. و در حالت جمع مسلماتون و مسلماتین استفاده می شود. اگر همه این زیادی بد باشد فقط سه چیز را از یاد کنید. فقط واحد را مسلمتون، مؤمنتون، خوب، صائمتون، صالحتون. در حالت تثنیه آنی را باید اضافه کنید، مسلمتانی، مؤمنتانی، صالحتانی، صائمتانی. و در حالت جمع همین را یعنی از یاد کنید که مسلماتون، مؤمناتون، خوب، قانتاتون، صالحاتون، صائماتون. همین حالت های رفعی را اگر از یاد کنید در یعنی در قسم های واحد و تثنیه و جمع همین هم کافی هست برای حالا. خوب، اکنون بعضی مثال ها از قرآن، از آیه های قرآنی. خوب، اکنون مثال اول رو ببینید. قال رجلان من الذين يخافون. دو مرد از آنانی که پرهیزگاری پیشه داشتند گفتند. و در اینجا قال گفت یا گفتند. رجلانی دو مردان، من از الذین کسانی که یخافون ترس داشتند یا پرهیزگاری پیشه داشتند. پس در اینجا میبینیم که کلمه دوم چیست؟ رجلانی، یعنی که دو مردان. پس دیدید که چطور در آیت قرآنی همین تثنیه استفاده شده است. یعنی واحدی همین کلمه رجلون می باشد. تا حال شما باید بدانید که رجلون معنایش چیست؟ مرد. رجلون. اگر خواهیم که رجلون را به دو مردان تغییر بدهیم باید آنی را در حالت رفعی اضافه کنیم. رجلانی می شود. مثال دوم. قل الذکرین حرم ام الانثیین. بگو آیا آن دو نر را حرام کرده است یا آن دو ماده را؟ پس در اینجا گرچند که کمک دشوارتر به نظر می آید، این که در اینجا هست این حرف استفهام اصلا حرف استفهام با همزه وصلی جمع شده هست و مد شده هست. اما اگر این رو نفهمید باقی ندارد، این رو نظر نکنید. همین ذکرینی، همین رو نظر کنید. ذکرینی. خوب، یعنی که دو نر را. انثیین،
انثیین. اگر از اینجا هم اینجا یعنی کمک اگر برایش دشوار باشد الف لام هست، الف لام تعریف. ذکرین و انثیین هر دویشون کلمه های تثنیه می باشند، اما در حالت های یعنی در حالت های رفعی نیستند، در حالت های یعنی نسبی یا که جری هستند. اصلا در اینجا نسبی، در حالت های نسبی هستند، اما یعنی فرق نمی کنند، چون که شما می دانید که حالت های نسبی و جری یعنی یک معلوم می شوند، آخرهایشون یک می باشد، عینی می باشد. پس من همین قدر یعنی برای شما فهماندنی هستم که شما شنیدنی این کلمه ها را، یعنی با شنیدن این کلمه ها، با دیدن این کلمه ها دقت بدهید و اهمیت بدهید. این اصلا ذکرینی واحدی همین کلمه ذکرون می باشد. واحدی این کلمه چی می باشد؟ ذکرون، یعنی که یک مرد. اگر من یعنی معنای آسانش را اگر بگویم، ذکرین اصلا واحدش چیست؟ ذکرون، یعنی که یک مرد، یا این میتواند اشاره باشد به یک نر، یعنی که یک چیز، یک کسی که یا یک حیوانی که یک چیزی زنده که جنسش نر باشد. و انثیین یعنی واحدی این کلمه انثى می باشد و این یای آخر اصلا یای یعنی الف مقصوره بود، اما این دیگر حکم هست که در اینجا شده است. اصلا چی بود؟ انثى و تثنیهش چی شد؟ انثیانی در حالت رفعی و انثیینی در حالت نسبی و جری. دقت کردید؟ من فقط میخواهم که وقتی که شما همین درس رو تکرار کردید دوباره شنیدید، نویسید در همین یک طرفی همین صحیفه یا در دفتر خود نویسید ذکرینی واحدش ذکرون هست و در حالت تثنیه در حالت رفعی ذکرانی می باشد و در حالت نسبی و جری ذکرینی که در اینجا آمده است و معنایش دو مرد یا دو نر. و این یعنی انثیین واحدش انثى می باشد، یعنی که یک زن یا که یک ماده، و در حالت تثنیه انثیانی می باشد در حالت رفعی و انثیینی در حالت نسبی و جری. مثال سوم، قالوا این هذانی لساحران، گفتند این دو جادوگرانی هستند. قالوا آنها گفتند، این هذانی این دو یعنی کسان یا این دو اشخاص هستند، لساحرانی جادوگر، دو جادوگر، اصلا دو جادوگر. در اینجا لا، همین لا رو یعنی نظر نکنید، این یک قانون دیگر دارد. خب فقط همین کلمه ساحرانی رو نظر کنید. خب ساحرانی الکی انی میگویم. وقتی که شما انی رو میشنوید، عینی رو میشنوید در آخری کلمه ها، در آخری اسم های عربی، الکی باید دقت کنید که خوب این شاید تثنیه باشد. واحدی همین ساحرانی که دو جادوگر معنا دارد، واحدش چیست؟ ساحرون، ساحرون یک جادوگر. اگر من خواستم، وقتی که من این رو خواستم که یعنی تبدیل کنم، تغییر بدهم از ساحرون به تثنیه، ساحرانی می شود در حالت رفعی، که در اینجا باید حالت رفعی استفاده شود. اگر حالت نسبی و جری به من لازم شد، می شود ساحرینی. خب این بود کلمه ای که از این آیه قرآنی ما گرفتیم. مثال چهارم، و وجد من دونهم امرأتین تذودان، و پشت سرشان دو زن را دید که گوسفندان خود را باز میرانند. و یعنی که وجد یافتند، پیدا کردند، من دونهم از پشتشان، از پشت سرشان، امرأتین دو زنان را، دو زن، تذودن که در اینجا اصلا کلمه گوسفند نآمده است، اما به گوسفند اشاره هست، چون که یعنی این باید در قوسک باشد. از ترجمه یعنی قرآنی تاجیکی گرفتگیم این رو در قوسک باید باشد، یعنی که اشاره به گوسفندان هست اما باز میرانند، این معنا را دارد. خب امرأتینی کلمه هست که ما باید در اینجا دقت بدهیم. امرأتینی واحد، دو زنان، واحدی همین کلمه امرأتون می باشد. امرأتون با تای گرد در آخرش، یک زن.
اگر خواهم که یک زن را به دو زن تبدیل بکنم امرأتانی می شود و در حالت نسبی و جری امرأتینی می شود. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، و اگر دو گروه از مؤمنان با یک دیگر به جنگ برخواستند، یعنی که و این و اگر طائفتان دو طایفه دو گروه من از مؤمنین، این هم یک تای دیگر هست اما این برای قسمتی جمع هست. این را هم اگر من می گفتم برای شما خوب می شد. به هر حال از جمع مؤمنان اقتتلوا که به هم دیگر می جنگند. خب در اینجا کلمه طائفتانی رو دقت دهید. طائفتون واحد می باشد، طائفتون خب یعنی که یک طایفه. شما هم بعضی وقت همین کلمه رو استفاده میکنید. طایفه یعنی که یک گروه، طائفتانی دو گروه. و این اصلا کلمه چی شد؟ کلمه مؤنث هست، چون که با تای مربوطه به آخر میرسد. این هم مؤنث هست و این هم مؤنث هست و دیگرانش نیست. خب این دیگرانش یعنی چی رو استفاده کردند؟ کلمه های مذکری رو یعنی در آخرشون اضافه کردند چون که مذکر می باشند. اما این دو کلمه که در اینجا می بینیم اینها مؤنث هستند. امرأتون، امرأتانی و تینی شد در اینجا، و این طائفتون، طائفتانی و تینی. خب در اینجا طائفتانی یعنی که دو گروه. و آخران مثال ولی من خاف مقام ربه جنتان، جنتانی. هر کس را که از ایستادن به پیشگاه پروردگارش ترس دارد دو بهشت است. و لی برای من کسی خاف ترسد، خوف کند، مقام ربه ایستادن یعنی در مقام در جای ربه یعنی در پیش پروردگارش، پیشگاه پروردگارش. جنتن برای او چیست؟ دو جنت، دو بهشت. در اینجا کلمه جنتون اصلا واحدی همین جنتان چیست؟ جنتون، جنتانی، جنتینی. در همینجا مثال ها به آخر می رسد. شاگردان من همین قدر را از شما می خواهم. این آیه ها یعنی خیلی زیاد از جهت اعرابی و از جهت ترجمه خیلی زیاد هستند. شما تشویش نکنید. فقط چی کنید؟ همین کلمه هایی که کمک من در اینجا به سیاه یعنی نویستم یا درس رو دوباره گوش کنید. همون کلمه هایی را که من به شما اشاره کردم به همونها دقت کنید و ببینید که چی طور چیزی که شما الان یاد گرفته در اولی درس الکی در آیه های قرآن ما دیده می توانیم. همین قدر رو من میخواهم از شما که شما همین کلمه ها رو جدا در دفترهای خود نویسید و نویسید واحدی همین کلمه ها رو و تثنیه همین کلمه ها رو. همین قدر من از شما میخواهم. اکنون برای مشق انشاءالله من میخواهم که شما بعضی کلمه ها رو اشاره کنید. این مشق اولی شما همین قدر بکنید که به من با کلمه های جمع و تثنیه و غیره اشاره کنید. و من شر نفاثاتی، و از شر جادوگرانی که در گره ها افسون میدمند. پس اگر تاجیکی رو نظر کنید جادوگران کلمه جمع هست. دیگر یکم جمع در اینجا هست یعنی گره ها هست اما اصلا این باید در قوسک باشد. این ظاهرا به عربی نامده است. همین نفست یعنی که جمع نیسته. من موضوع که از بدی زنهای دمانده. درست گفتید. جمع هست. از کجا فهمیدید؟ از علیفی دورت کد آخرش نفسه علیفش الف و تا هر دویشون. خوب اصلا این کلمه برای فایده برای همه اگر الف لامی اولیش در اینجا اگر نمی بود این کلمه می بود نفثاتین. خوب چنانی که در یاد شاید داشته باشید مسلماتون، مسلماتین، همینطور نفثاتون، نفثاتین. اما چون که الف لام اضافه شده است باید یک اعراب آخرانش یعنی بیافتد، برای همین نفثاتی شد. این جوابی درست. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون. اینجا کافرون شکل جمع قطعی آمدگی آخرش همون نون گرفت بعد شکل جمع هم کافرون. خب طریقه درستی فهموندن باید این طور شود که شما بگویید که در آخرش او نآمد، یعنی که
بله این شکل او اومد. نامده است. این به ما اشاره میکند که این کلمه جمع هست. آیا واحدی همین کلمه رو میدانید؟ کافرون. درست گفتید، کافرون. خوب، کافرون، کافرون، کافرین و در اینجا کافرون آمده است. درست گفته. سوال از یک کسی دیگر، ولا انتم عابدون، یعنی از یک قسمتی آیه هست چون که میدانید و شما پرستندگانی نیستید، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد، چون که میدانید. اینجا عابدون جمع است. اگر که شکل تنها کنیم عابد می شود، عابدون می شود. اینجا هم واوی جمع آمده است، اون یعنی که در آخرش پیوست شدگی، به همین خاطر اینجا عابدون در شکل جمع است. بهترین جواب دادید، ماشاءالله. واحدی همین کلمه چیست؟ میتوانید به من بگویید؟ عابدون. اگر من از شما بپرسم تثنیه همین کلمه چیست، میتوانید بگویید؟ بله، عابدانی می شود، یعنی که الف تثنیه میمونه. درست. الف نونی تثنیه. بهترین. چهارم سوال، فویل للمصلین، پس وای بر آن نمازگارانی که، یعنی این دوام دارد، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خوب، اما در اینجا یعنی من یک قسمت آیه رو میارم چون که ضرورت از جهتی لغت هست. خوب، و این یعنی باقی ندارد. خوب، یکم کسی دیگر که میخواهد جواب بدهد دستهای خود را بالا کنید. در اینجا فویل للمصلین، مصلین در اینجا مؤنثی جمع آمده است، لین در حالت نصب یا جر. برای چی مؤنث گفتید؟ برای که لین دارد. و لین به مؤنث بودن اشاره میکنن یا جمع بودن؟ جمع بودنی. درست، یعنی در اینجا مؤنث نیست، مذکر هست. خوب، ها بله، پری بودا هیچ گپ ندارد. مصلون برای حالت رفع، مصلین برای حالت نصب و جر، برای اسمهای مذکر. برای مؤنث وقتی که جمع استفاده میشود تیز میشنویم، یعنی میفهمیم، چون که آتون، آتین استفاده میشود. علامت جمع یعنی که از کجایش میفهمیم، میشناسیم که این کلمه جمع هست؟ از علامت آخرش اون یا این. این، در اینجا این آمده است. خوب، من انیق اون بگوید اینه. در اینجا اینه. خوب، در اینجا انیق باید بگوید که این آمده است، چون که در اینجا بله، میبینیم در اینجا کسره، اینه. در اینجا کسره هست در زیر لام. خوب، در زیر شده آمده است، باقی نداره. بله. و اینه. درست، یعنی نمازگاران. پنجم، والعادیات ضبحا، سوگند به اسبان تیزدو. اینجا در شکل جمع کلمه والعادیاتی درست به گفته. شکل جمع و اومده. علامتش چیست؟ آتی، الف تی، الف و تا، یعنی تا، آتین. آت. این اصلا آتین هست، اما چون که چی الف لام آمده هست، این باید یک کسرهش باید حذف شود. بعدن والمشرکین منفکین، در اینجا به فکرم دو تا جمع شده که استوزه مشرکین منفکین. در اینجا اصلا منفکین که هست یک چی هست؟ اسمی فاعل هست که در حالت جمع می باشد و علامت هر دوی اینها چیست؟ اینه. اینه. خوب، اینه ها. واحد و تثنیه رو گفته می توانید؟ مشرکون. خب، مشرکون تثنیه می شود مشرکانی مشرکانی. و جمع می شود مشری کونه یا کینه. کینه. هفتم، مخلصین له الدین، یعنی که مخلص باشد در عبادت الله. یعنی که اینجا مخلصین باید که شکل جمعش باشد استاد جان؟ یعنی از جهت دین یا از جهت عبادت برای او، یعنی برای الله شما خالص باشد، مسلمان های خالص باشد، مخلصین باشد. پس علامت جمع این چیست؟ مخلصین. علامت جمعش یعنی از کجایش میفهمید؟ اینه و جمع شدگی. درست گفتید، اینه. و واحد رو میدونید؟ واحدی همین کلمه رو مخلص باشد. درست گفتید، مخلص، مخلصون، مخلصانی تثنیه، مخلصین یا مخلصون جمع می شود. و آخران ولسانا، لسانا و شفتین، و یک زبان و دو لب. در اینجا کلمه شفتین
دو نفره آمدگی تصنیه آمدگی به معنای دو لب شفتین. درست گفتید، یعنی دو لب رو شفتن گفته می شود. پس این کلمه تثنیه هست و از کجا می دانید کدومش علامتش هست؟ علامتی تثنیه از حرف یا و نون که در آخر کلمه می آید. اگر یا و نون فقط بگویید در آخر جمع هم یا و نون می آید. برای همین باید فرق کنید و این رو بگویید عینی و برای جمع که می آید اینه می شود. من کلمه یعنی یک کلمه واحدی عربی رو در اینجا آوردم، بعضی‌هاش مؤنث می باشند بعضی‌هاش مذکر. شما باید چی کنید؟ هم تثنیه این رو بسازید و هم جمع این رو بسازید. و من به توجیهی در اینجا ترجمه رو دادم. من یکمش رو خودم میکنم و بعداً شما جواب میدهید. مثلا مؤمنتون، چون که اینش آسان هست، حالا که این رو کردیم. من اگر خواهم که مؤمنتون رو به تثنیه یعنی تغییر بدهم، اول می نویسم خب و تا رو من میکشایم تا اینکه من این رو به این چی کنم؟ انی رو اضافه کنم. مؤمنتانی. و همش رو در حالت رفعی، یعنی در حالت اولی و عمومی که هست، چون که حالت رفعی حالت عمومی کلمه ها می باشد. تا وقتی که یگان علامتی نآید که به ما اشاره کند که کلمه باید در حالت نسبی یا که جری باشد، کلمه ها عموما در حالت رفعی میمانند. و جمع چی شد؟ من باید برای جمع قانون های جمع رو پیروی کنم. نون رو می نویسم، اما تای مربوطه رو، تای گرد رو که در آخر می آید، من این رو حذف می کنم. من باید این رو اول حذف کنم تا اینکه اتون رو اضافه کنم. این قانونی جمع می باشد برای مؤنث. مؤمناتون. دیدید؟ مؤمنتانی و مؤمناتون. این همش در حالت رفعی هست. خب حالت نسبی و جری برای حالا ضروری نیست. صادقتون. کی میخواهد جواب بدهد؟ دستهای خود رو بالا کنید. دویمش این است، یعنی صادقتون یعنی زنان راستگو، تصنیه می شود صادقتانی یعنی زنهای دو زنی راستگو می شود. استاد جان یعنی آخرانش صادقتانی. صادقتانش و در جمع چی می شود؟ یعنی تون می شود صادقتون. صادی. اول تای مربوطه رو حذف کنید، بعد اتون رو اضافه کنید. صادقاتون. درست. صادقاتون. این حال یعنی میشن زنهای راستگو جمع. بله، صادقاتون زنهای راستگو. صائمون در حالت تثنیه، صائمانی در حالت جمع صائمون. یک بار دیگر حالت تثنیه رو بگویید. علامت جمع مذکر. یک بار دیگر. صائمانی. صائمانی همیتا؟ صائمانی. صائمانی. ما نگوید، میم رو پر نکنید. خوب حرف مفخم نیست، حرف مرقق است. مانی. صائمانی. در حالت جمع صائمون. درست. صائمون. صائمون برای اون علامت جمع مذکر. جامیلتون. این جامیلتانی میشد. خب یک لحظه من همین تثنیه رو بنویسم. گفته جمیلتانی. درست. جامیلتانی. اکنون وقتی که جمع رو میسازید بفهمونید که شما چی کردید. برای کسانی که باید از نو بسازن نمیدونن. تا رو نیست کردیم و بجاش اتونا گذاشتیم بجاش. خب دیدید که ما اول تا رو حذف کردیم، جمیل شد. جمیل. بعد اتون رو اضافه کردیم، جمیلتون شد. درست. اکنون چیست؟ صابرون. صابرون یعنی مردی صبردار. شکل واحدش، شکل تثنیهش می شود صابرانی. انی مونیم آخرش به صابرانی. این شکل تثنیه یعنی دو مرد صبردار می شود. شکل جمعش صابرونه می شود. اون پیوست میکنیم یعنی مردهای صبردار. بهترین، ماشاءالله. بهترین جواب دادید. ذاکرتون زنی ذکر کننده. شکل واحدش ذکیرتون
تسنیه خب میشه پیش از این ذکیر ذکیرتون نیست، ذاکرتون. خب ذاکرتون. ذاکرتون و هیچ ذاکرتانی شکل تسنیهش. خب ذاکرتانی درست. شما چی کردید؟ تا رو حذف نکردید، فقط اعرابی تا را در تسنیه حذف کرده می شود، خودی تا رو حذف کرده نمی شود. اما برای جمع چی میکنید؟ جمع خوش میکنیم، همراه میکنیم ذاکرتاتون. نه، گفتم که برای تسنیه شما قوش کردید، یعنی فقط اعرابش رو حذف کردید، یعنی ایواز کردید. اما برای جمع چی باید کنید؟ یک بار با شاگردان بگوید. برای شکل جمع در آخر باید تای وی را گذاریم. باید تا رو حذف کنید. همین رو در نظر دارم که یعنی بگویید که در جمع تای گرد باید حذف کرده شود و اتون باید اضافه کرده شود. آخران مثال، یکم کسی دیگر میخواهد؟ من نکردم، نمیشه کنم ندیم جون. بگوید، بفرمایید. بخشش نفهمیدم شما. اینجا مردانه شد مذکره، جاهلون جاهلانی جاهلون میشه. در اینجا یعنی که برای جاهل این اعراب رو حذف کردیم، انی رو اضافه کردیم برای تسنیه. بله. و برای جمع چی کردیم؟ واو و نون رو اضافه کردیم، اون رو اضافه کردیم. همین خیل. در همینجا درس به انتها میرسد. کمک دراز شد بخشیش، اما همین خیل هست. باید یک قسم، یک بخش رو باید پوره خونده شود در یک روز، اگر نه پراکنده می شود درس. برای همین برای صبر و تحملتون یعنی تشکری میگویم. الله سبحانه و تعالی وقتتون رو، کوشش هایتون رو قبول کند. بس میکنیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.